سلام برای بچه ها، برای امروز اومدیم واسه تون با یک ویدیوی ترسناک از جنها. امیدوارم منو حمایت کنید، لایک کنید، فالو کنید و زنگوله بغل فالو رم بزنید که وقتی ویدیوی ترسناک و جدید میذارم با خبر بشید. و دوستان، من یوتیوب با تازه شروع کردم، لطفا حمایت کنید که منم یه کسب درآمدی داشته باشم و هم فیلم هایی که شما دوست دارید و واسه تون در یوتیوب بذارم. بریم سراغ ویدیو. دوستان، اولین ویدیو شانزدهم یه جنی میزنه، یک گربه سیاه داره میرود و متصور گیم میشود. فیلم 15 بود. فیلم 14 جنه، معلومه جنه و مثل آدم داره راه میره و ماشینم بزیش میزنه ولی هیچ چیز نمیشه. بله، اینجا ویدیو 13 داریم. اینجا موتور داره خودش میره. اینجا هم یه جنی داره. اینجا ویدیو 12 این و به 12 باده میاد. بله، جنی حسابش خورده. فیلم 12 میذاره شیشه رو میشکنه. بله، زنش حسابش رو زد شیشه کن. بله، یه جنی هم داره مثل آدم حسابی داره اینجوری راه میره و میگه و آهنجی میکنه و این هم فیلم 10 بود. فیلم 9 گربه چشش انقدره. گربه میره پشت صندلی، بعد از در اتاق میاد دوباره توی اتاق. عجیبه، شهر عجیبه. فیلم 8 اینم منطقیه، روح از در عبور میکنه و میره و مثل آدم زداری رو و پشت سرشم دوباره یکی هم اومد. اینم ریل قطار. فیلم 7 ریل قطار. یه جنم نیست، آدم معمولی نیست، از صورت میره. فیلم 6 داریم میبینیم. خونهشون زلزله خراب شد. فیلم 6 در فیلم 6 وقتی زنه چراغو روشن میکنه و روی این کامپیوتر که سیاه عکسش میاد، عکس اینجوریه. بله، دیگه ترسناکه. رسه آرامش داریم میبینیم. اینجا کرد، ببینید اینجا یه اینجوری کرد جن. حالا اینجا یه گاو، حالا جن میاد گاو میکشه. نه، نمیکشه. جن چیکار میکنه؟ اینجوری کرد. فیلم 4 حالا این ترسی نداره. نه، ترس داره. یکی خلوت توی این هتل، چراغ هی خاموش روشن میشه. چه کنیم؟ عجیبه. بله، من که باشم میترسم. فیلم 3 یه جنی پشت بوته ها قایم شده و اون ویلچر رو داره کنترل میکنه.
ویلچر رو داره کنترل میکنه. کجا میبره از اونجا ناپدید شد. فیلم دوم جن از بغل ماشین میره. فیلم یکان که فیلم آخره یعنی که ترس زیادی نداره، جنی داره. این صندلی رو تکون میده. نه، 2 تا صندلی رو داره تکون میده. 2 تا صندلی رو تکون میده. 3 تا شد. 3 تا. بله، داره میدزده. این صندلی ها رو داره میدزده. بچه ها، اینم از این ویدیو بود. امیدوارم از ویدیوهای من لذت برده باشید و تا ویدیوهای بعدی من منتظر باشید و لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله بغلشم بزنید که حتما وقتی ویدیو میذارم یوتیوب به شما خبر بده و من تازه این کار شروع کردم. لطفا از من حمایت کنید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار. هم قدر سلامتیتونم بدونید که مهمترین نعمت خداست. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.